سایپا از سری رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال باشگاه کشور، دیداری که در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت در حال برگزاری است. دقیقه 27 این دیداره که ما تونستیم بالاخره ارتباطمون رو برقرار کنیم با شما بینندگان عزیز. البته تصاویر رو همکارمون زودتر ارسال کردن، اما منتظر موندیم تا همه دوریممون برسن. دلیل این هم این بود که گفته شده بود این بازی قرار ساعت 15:15 برگزار بشه، اما به یک باره با تصمیم دوستان بازی شده بود ساعت 14:30 که ما از دقیقه فکر کنم هفته بازی بود که ما بازی رو تونستیم برای شما پخش کنیم. 20 دقیقه طول کشید تا همه دورینا برسن و ما در خدمت شما باشیم. بپردازیم به گزارش بازی و این هم هوادارهای خونگرم تیم داماش در جایگاه تیفوسی ها که میبینید. در تیم داماش گیلان سعید ابراهیم پور، سید علیرضا ابراهیمی، فردین نجفی، محمد شریفی، مهرداد بایرامی، محمد مهدی خانی، علی خدایی، هادی رفسنجانی، آرمان لطف‌قدار، رضا آذری و محسن انبساطی 11 بازیکنی هستند که آقای جان شالو به زمین مسابقه فرستاده. اما در تیم مقابل معین قربانی، سید جلال عبدی، محمد صادق بارانی، سید پیمان میری، میلاد جهانی، مهیار زحمتکش، مهدی کربلایی، احسان جودکی، علی دهقان، علی زاره و فرزاد طیبی پور 11 بازیکن تیم سایپا هستند. این بازی از هفته دهم رقابت‌های لیگ یک فوتبال باشگاه ایران هست که داره تقدیم شما میشه. داور وسط این دار حسین امیدی است. کمک اول ایشون سید مهران مصطفی است. کمک دوم امیر غفوری و داور چهارم هم سیاوش خالقی است. توپ در اختیار لاجوردی پوشان داماش. در خط دفاعی علیرضا ابراهیمی، سعید ابراهیم پور دوباره به دروازه داماش برگشته. تو بازی قبلی در جام حذفی بازی داشتن یوسف بهزادی دروازه‌بان این تیم بود. توپ بیرون میره. رحمان جهان شاهلو سرمربی تیم داماش در کنار زمین صحبت میکنه بازیکن تیم خودش. این سمت هم مربیان تیم سایپا رو دیدید در تصویر. داور میاد بالا سر بازیکن داماش تا ببینه چه اتفاق رخ داده. یار شماره 5 کاپیتان داماش میاد و صحبت میکنه با نیمکت خودشون. باز هم یه عذرخواهی بکنم از شما طرفدارای خوب تیم داماش که کمی دیر بازی رو تونستیم تقدیم شما کنیم. البته همکارمون تمام تلاششون کردن که بخوان سریع برسن و بازی رو برای شما به نمایش بذارن، اما چون از قبل ساعت تنظیمی ما روی آنتن هم 15:15 بود، یه خورده طول کشید تا بتونیم همه نکات فنی رو انجام بدیم. از مهندسان فنی که اینجا حضور داشتن، از دوستان ما در سایت آنتن تشکر میکنیم که این ارتباط رو برقرار کردن. بالاخره داماش نمیدونم وضعیتش چرا اینجوری شده، ساعتهای بازیش تغییر میکنه، هر موقع دلشون خواست بازی ها رو میذارن، بعد بهانه نور ورزشگاه رو میگیرن، از اون سم بازی رو در ازودی برگزار نمیکنن. به هر حال هر بلایی که هست سر این داماش مظلوم میارن. حالا خیلی باید تلاش کنن مسئولین ما تا بتونن حق این تیم رو از جاهایی که بهش مربوطه بگیرن. حالا کجا هست خود شما بینندگان عزیز بهتر میدونید. داماش 0 سایپا 0.
33مین دقیقه از این دیدار. توپ در اختیار بازیکن تیم سایپا داخل محوطه جریمه. موقعیت خوبی هست برای سایپایی ها و شوتی که میزنن بازیکن تیم سایپا. علی زاره هم دستان خودش رو بالای سر میبره. محمد صادق بارانی بود که این توپ رو زد و توپ به بیرون رفت. سعید ابراهیم پور اجازه نداد که دروازش باز بشه و یه لحظه یکی از مدافعین تیم داماش هم تأثیر گذاشت تا این توپ به بیرون بره و کورنر بشه. هواداره تیم داماش در ورزشگاه حضور دارن و خیلی هاشون هنوز خودشون رو به ورزشگاه نرسوندن. صحنه خطا رو، توپی که بیرون رفت رو ببینید. صادق بارانی توپ رو زد. این هوادارایی که هیچ وقت این تیم رو تنها نمیذارن. ببینید صادق بارانی زد و سعید ابراهیم پور رو، این هم چهره سید علیرضا ابراهیمی. ابراهیمی بیرون میاد و قرار تعویض بشه. شهرام حمیدی داره لیست ذخیره رو نگاه میکنه و یه بازیکن رو که آقای جهان شاهلو گفته وارد بازی میکنه. هنوز بازیکن تیم داماش نرفته بودن که گرم کنن. ده نفر است داماش. ضربه کورنر رو میزنن بازیکن تیم سایپا. میلاد جهانی، سانت میلاد جهانی و توپی که به بیرون میره. قراره که حالا تعویض انجام بشه. بار دیگه بازیکن تیم سایپا داخل محوطه جریمه بازیکن تیم داماش میشن که توپ به بیرون میره. محمد سجاد قلیبگی قرار بازی بیاد و کنار زمین باشو گرم میکنه و قراره که جای سید علیرضا ابراهیمی به زمین مسابقه بیاد. حالا تعویض باید انجام بشه. توپ به بیرون رفته. منتظریم تا ببینیم چه تصمیم خواهند گرفت. بله، محمد سجاد قلیبگی در تصویر میبینید. قرار بازی بیاد در دقیقه 37 این دیدار. یک بار دیگه در خط دفاعی خودشون سایپایی ها توپ بیرون میره به نفع تیم داماش. پرتاب برای داماشی ها. محمد شریفی توپ رو میذاره تا
دیگر بازیکن داماش بیاد این پرتاب رو انجام بده. توپی که میفرستن داخل محوطه جریمه. بایرامی یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت اما موفق نبود. رو به عقب احسان جودکی و توپی که بیرون میره. سایپا تیم خوبیه و عزم خودش رو جذب کرده که امسال بخواد به رقابت لیگ برتر بیاد. از اون سم تیم داماش گیلان هم با پشتوانه هواداره خودش میخواد که به رقابت لیگ برتر صعود کنه، اما راه سختی رو در پیش دارن و باید بیشتر تلاش کنن. امتیاز در رده 13 جدوله و تیم سایپا 17 امتیاز است و در رده 4. در خط دفاعی دوباره بازیکن تیم سایپا صاحب توپ هستن. سید جلال عبدی از سمت راست زمین خودشون. عبدی یه لحظه دست گذاشت فردین نجفی و موفق نبود که به خوبی توپ رو دریافت کنه. رحمان جهانشاهلو صحبت میکنه با حسین امیدی داور این دیدار. سیاوش خالقی داور چهارم میاد و صحبت میکنه، میخواد که به کنار زمین برن و بازی آغاز بشه. البته شهرام حمیدی هم میاد، مدیر تیم داماش گیلان، اینجوری بگم مدیر با تجربه داماش گیلان که همیشه همراه این تیم بوده و هست. فعلا شهرام حمیدی. سید مهدی سید علی رو هم میبینید ناظر برگزاری این دیدار، ایشون هم با آقای جهانشاهلو صحبت میکنن. این هم پرتاب برای داماشی ها. در میانه میدان دوباره بازیکن تیم سایپا رو به عقب. حالا میخوان از این سمت حمله رو تدارک ببینن. دوباره یارو شماره 2 معین قربانی رو به عقب. عبدی میسپره مهیار زحمتکش. مهیار جنای بازی رو کلا عوض میکنه. حالا در میانه میدان یه توپ خوب بارانی میفرسته به چپ و توپ از همون سمت به بیرون میره. این چهره سعید ابراهیم پور آغازگر بازی است. دورخیز سعید ابراهیم پور میفرسته توپش رو. علی خدایی دوباره برای نجفی. خود نجفی این سمت انبساطی برای بایرامی و دروازه‌بانی که توپ رو دور میکنه. فرزاد طیبی پور از تیم سایپا. فردین نجفی روی زمین میفته. فردین اما خطایی نیست. علی خدایی. نجفی ببخشید محسن انبساطی بود. رضا آذری رو به عقب. هادی رفسنجانی به راست میبره توپ رو. قلی بیگی رو به عقب. دوباره قلی بیگی به راست میبره. خود محمد سجاد و خطا نبود. حالا دوباره داماشی ها و این بار اعلام خطا. خطا برای داماش اعلام میشه. باید ببینیم از این ضربه چگونه استفاده خواهند کرد بازیکن تیم داماش. در
43مین دقیقه از این دیدار. کلا این ورزشکار دیگه به نظرم بیخیال شدن. حالا بعد از انتقادایی که شد در مورد آب گرفتگی این زمین، به زمین رسیدن، اما جایگاهی که ما الان توش حضور داریم ایستاده داریم برای شما گزارش میکنیم. حتی صندلی نیست که آدم بشینه و راحت بتونه کار خودش رو انجام بده. ناظر داوری هم میبینم که ایشون هم سر پا ایستادن. همه کسایی که در جایگاه بالا حضور دارن یه صندلی هم نیست که بشینن. حالا امیدواریم که مسئولین ورزشگاه این بار این کار رو انجام بدن. یه خورده به این ورزشگاه ها رسیدگی هم بشه بد نیست. در حال بیت المال هست و باید بیشتر مواظبشون باشیم. بایرامی صاحب توپ است، آفساید هم نیست. خود بایرامی پشت محوطه جریمه، بایرامی رو به عقب. ببینیم از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد داماشی ها. یه شوتی که زده میشه به بیرون میره. محمد مهدی خانی از بالای دروازه فرزاد طیبی پور توپ به بیرون رفت. یک بار دیگه توپ میاد اما مدافعین تیم سایپا صاحب توپ. معیار زحمتکش توپش رو میفرسته، با برخورد به سر سید جلال عبدی به بیرون میره. صادق بارانی و مهیار زحمتکش سابقه حضور در تیم ملوان رو دارن در استان گیلان. یک بار دیگه سانتی که انجام میشه، مهیار برمیگردونه. اینسان فردین نجفی به دنبال توپ هست، فردین که موفق نیست. دو دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول در نظر گرفته شده. یه لحظه سرمربی داماش جان شاهلو رو هم دیدید، تنها یه بازیکن داره خودشو گرم میکنه از داماش و خبری از دیگر بازیکنان نیست. حالا سامان مهرابی زاده، رضا زاهد تبار، فرشاد هاشمی، سعید حسینپور و محمد امینی بازیکنی هستن که روی نیمکت حضور دارن و میتونه در نیمه دوم ازشون استفاده کنه آقای جان شاهلو. میبینید دو بازیکن دیگه داماش که اینجا حضور دارن در کنار مربیان و سرمربی این تیم. سیاوش خالقی داور چهارم میخواد از مربیان که بشینن و بازی ادامه پیدا کنه. این سمت بازیکن تیم سایپا و توپی که به بیرون میره. صحبت میکنه سعید ابراهیم پور با هادی رفسنجانی. ببینید این هواداره خونگرم تیم داماش گیلان رو. ترخیص میکنه سعید ابراهیم پور تا این توپ رو بزنه. داماش گل بزن، رشتیا بیقراره. شعاری که الان تماشاگر دارن سر میدن. یک بار دیگه بازیکن تیم سایپا آغازگر این بازی هستن. کمی عقب‌تر و سوت پایان
نیمه اول اینجا به صدا در میاد با تساوی 0-0 دو تیم. استراحتی کوتاه خواهیم کرد. با آغاز نیمه دوم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. یک بار دیگه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون اینترنتی آنتن. در خدمت شما هستیم با پخش نیمه دوم دیدار دو تیم داماشقای کشور، دیداری که در نیمه اول با تساوی 0-0 دو تیم به پایان رسید و ببینیم در نیمه دوم چه اتفاقاتی رو خواهد داد و چه نتیجه‌ای برای داماش در زمین خودشون رو خواهد داد. در نیمه دوم یه تعویض رو داشتیم و فرشاد هاشمی به زمین مسابقه اومد به جای رضا آذری و یه تعویض دیگه هم به اجبار انجام شد. سعید علیرضا ابراهیمی به بیرون از زمین منتقل شد به دلیل مسئولیتی که داشت و محمد سجاد قلیبیگی داماش گیلان خب در اون دروازه سعید ابراهیم پور ایستاده، فردین نجفی، محمد شریفی، مهرداد بایرامی، مهدی خانی، علی خدایی، هادی رفسنجانی، آرمان لطف خدا و محسن انبساطی هستند. این سم هم آقای کاظم برجلو رو دیدید، مدیر تیم سایپا. داوری دیدار هم بر عهده رامین حسین امیدی است. کمک داور اول ایشون سید مهران مصطفی، کمک دوم امیر غفوری و داور چهارم هم سیاوش خالقی است. ناظر داوری هم رامین عرفانیان، ناظر هم سید مهدی سید علی هست. این هم داماشقایی که دارن خودشون رو گرم میکنن که در نیمه دوم بتونن به زمین مسابقه بیان. میلاد قربانی، سید جلال عبدی، محمد صادق بارانی، سید پیمان میری، میلاد جهانی، مهیار زحمتکش، مهدی کربلایی، احسان جودکی، علی دهقان، علی زاری و فرزاد طیبی پور 11 بازیکن تیم سایپا رو تشکیل میدن. اما اعلام خطا میشه. تماشاگر تیم داماش رو میبینید در جایگاه تیفوسی ها، میشه گفت تماشاگرای همیشگی داماش، اینایی که تو سرما و گرما میان و پرچم داماش رو
برافراشته نگه داشتن. توپ در اختیار نارنجی پوشان سایپاست. یه توپ میاد از سمت چپ، در خط دفاعی بر میگردونن داماشی ها، رو به عقب میارن توپ رو. و باز هم توپ به بیرون میره. داماشی ها رو ببینید تشویق میکنن تیم خودشون رو. کوچ میکنه تیم خودش رو. این چهره پاشایی است. ابراهیم صادقی هم که امروز محروم هست و از روی سکوها داره بازی رو نگاه میکنه. در میانه میدان دوباره بازیکنان تیم سایپا، یه موقعیت خوب برای سایپایی ها داخل محوطه جریمه و باز هم سعید ابراهیم پور این توپ رو برگشت میده و مورد تشویق هواداری داماش هم قرار میگیره. یک صدا الان سعید ابراهیم پور رو تشویق میکنن. کورنر رو خواهند فرستاد. توپی که حالا فرستاده میشه، ضربه سر، دوباره مدافعین تیم داماش، یه شوت دیگه و باز هم از روی خط توپ رو برمیگردونن داماشی ها و میشه گفت مهمترین موقعیت این دیدار رو آرمان لطف‌خدا از تیم سایپا گرفت. موقعیت خوبی بود برای تیم سایپا و آرمان لطف‌خدا از روی خط دروازه توپ رو بیرون کشید. یه کارت زرد هم حالا میخواد به بایرامی نشون بده، بازیکن تیم داماش، و میگه که میخواست داور رو فریب بده تو اون صحنه. در میانه میدان دوباره توپ میرسه انسان به سعید ابراهیم پور. توپ به بیرون میره. بازیکن سایپا این پرتاب رو باید انجام بدن. باز هم در اختیار دارن توپ رو سایپایی ها که توپ به بیرون میره. این هم هوادارهای تیم داماش. پرتاب برای سایپا. حالا یه توپ رو با یه خوب از بازیکن تیم داماش، ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. توپ به بیرون میره و خطای بازیکن سایپا هم اعلام نمیشه. باز هم در میانه میدان بازیکن تیم سایپا صاحب توپ.
قرار تغییراتی در تیم ایجاد بشه. شهرام حمیدی با رحمان جان شاهلو با هم صحبت میکنن. توپ بیرون نمیره و کماکان سایبای صاحب توپ هستن در محوطه جریمه. یه توپو میخوام بزنن که خطا روی بازیکن داماش اعلام میشه. پنجاه و هفتمین دقیقه از این دار 0-0 مساوی. تماشاگر داماش رو میبینی
داره. تیم داماش رو میبینید که تیم خودشون رو تشویق میکنن در ورزشگاه و ضربه‌ای که به دست اومده برای تیم سایپا رو به عقب کار میکنن. ابراهیم پور آغازگر بازی خواهد بود. گروه‌های ورزشگاه هم کم کم داره روشن میشه. تا دقیقه 63 این دیدار 0-0 دو تیم مساوی. اعلام خطا میشه. حالا داور میره یه کارت زرد جیبش در میاره و به فردین نجفی میده. این بار فردین هم صحبت میکنه باهاش، اما دیگه داور کارت خودش رو داده. حالا فردین نجفی هم نگاه میکنه به داور، اما دیگه کاری از دستش بر نمیاد. یه کارت زرد رو گرفته. میزنن توپ رو بازیکن تیم سایپا و توپ به بیرون میره. پرتاب برای داماشی ها. حالا دورخیز میکنن بازیکن تیم داماش تا این کار رو انجام بدن. فرشاد هاشمی، فردین نجفی میفرسته توپ رو محمد شریفی و این سم دروازه‌بان تیم سایپا فرزاد طیبی پور توپ رو در اختیار میگیره. از اون سمت به راست میبره توپ رو. باز هم در کنار زمین صاحب توپ بازیکن تیم سایپا علی دهقان توپ رو بایی خوب از بازیکن تیم داماش فردین نجفی توی آفساید هست. اعلام میشه آفساید و موقعیت خوب داماش اینجا از دست میره. داور میاد یه سعید ابراهیم پور رو بررسی کنه ببین چه اتفاقی براش رخ داده. سعید میگه باید یکی بیاد تا به وضعیتش رسیدگی کنه. حالا کادر پزشکی رو میخواد داور که بیاد این کار انجام بده. صحنه آفساید رو میخوایم بررسی کنیم و ببینیم چه اتفاق رخ داده. یک بار دیگه صحنه رو باید با هم ببینی ببینیم که چه اتفاق رخ داد. به هر حال داور آفساید رو اعلام کرد. حرکت آهسته ببینیم این توپ رو. توپی که اینجا فرستاده شد ببینید اینجا توپ رو میارن. این موقع زدن ضربه است که کلا حالا باید کارشناسان داوری نظر بدن. برمیگردیم به بازی و ادامه بازی. توپ رو سعید ابراهیم پور در اختیار داره. خود ابراهیم پور
دورخیز کرده، میخواد این توپ رو بفرسته. کار انجام میده، توپ رو میاره به میانه های میدان. دوباره بازیکن داماش، حالا از سمت راست به چپ و رو به عقب میارن توپ رو. یک بار دیگه حالا داماشی ها صاحب این موقعیت خوب میشن و با ایرامی که به توپ نرسید. دوباره بازیکن تیم سایپا صاحب توپ هستن، رو به عقب به دروازه‌بان خودشون. یک بار دیگه در خط دفاعی بازیکن تیم سایپا صاحب توپ. یه تعویض رو حالا میخوان سایپایی ها انجام بدن. بازی میتونه ادامه بده. بازیکن مصدوم یک بار دیگه در میانه میدان، داماشی صاحب توپ رو به عقب. آرمان لطف خدا میسپره به سعید ابراهیم پور، خود سعید به چپ میبره، از سمت چپ میخوان حمله رو تدارک ببینن. توپی که حالا فرستاده میشه عقب. آرمان لطف خدا میسپره به سعید ابراهیم پور، خود سعید به چپ میبره، از سمت چپ میخوان حمله رو تدارک ببینن. توپی که حالا فرستاده میشه رو به عقب. توپی که حالا آرمان لطف خدا میفرسته و نجفی میگفت که روش خطایی انجام شده، اما داور همچین اعتقادی رو نداشت.
باز هم سایپایی ها صاحب توپ. مهدی کربلایی از سمت چپ توپ رو میفرسته احسان جودکی. سعید ابراهیم پوره که میاد توپ رو جمع میکنه، نذاشت علیزاده به توپ برسه از سایپا و خودش این توپ رو جمع کرد. باز هم بازیکن تیم داماش تعویض برای تیم سایپا. امیر حسین یحیی‌زاده به زمین بازی میاد، علیزاده بیرون میاد. پرتاب برای داماش. حالا داماشیا از سمت چپ زمین خودشون میخوان حمله رو تدارک بیارن. ایمسان بایرامی، فردین نجفی و باز هم توپی که سایپایی ها در اختیار میگیرن. دوباره بازیکن تیم سایپا در خط دفاعی خودشون صاحب توپ هستن. علی دهقان به راست، این هم هواداری تیم داماش که خوشحالی منحصر به فردی رو هم دارن. یک بار دیگه بازیکن تیم سایپا پشت محوطه جریمه و اعلام خطا. خطا رو بازیکن تیم سایپا خواهند زد. داور میگه با سوت من باید بازی آغاز بشه. معین قربانی و میلاد جهانی هم حالا میره. خود میلاد میخواد این توپ رو بزنه. دورخیزه میلاد جهانی دور میاد توپ رو بر میداره. داور میخواد ازش که با سوت خودش بازی آغاز بشه. خط دفاعی رو میچینه سعید ابراهیم پور و توپی که منتظریم تا فرستاده بشه. تماشاگر داماش رو میبینید. میلاد جهانی، این چهره میخواد این توپ رو بفرسته. حالا این کار رو انجام میده. برگشت توپ از مدافعین داماش. حالا یه موقعیت هست و توپی که از کنار دروازه تیم داماش به بیرون میره و این چهره احسان جودکی این توپ رو زد. سعید ابراهیم پور این توپ رو برمیداره تا بازی رو آغاز کنه. موقعیت خوبی بود اون صحنه برای تیم سایپا و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت.
بازم نارنجی پوشان سایپا صاحب توپ یه لحظه میرفت که داماشی ها توپ رو بگیرن اما موفق نبودن. حالا اعلام خطا میشه. خطا به نفع تیم سایپا. اون صحنه رو ببینی، توپی که فرستاده شد و با اختلاف خیلی کم از بالای دروازه داماشی ها به بیرون رفت. دوباره یه توپ رو میرسن بازیکن سایپا و اعلام آفساید شده. ابراهیم پور بازی رو باید آغاز کنه. میزنه توپ رو. فردین نجفی به چپ. انبساطی میخوام توپ رو برگشت بدم بازیکن تیم سایپا که توپ به کورنر میده. صحبت میکنه باز هم جان شاهلو با شهرام حمیدی و یکی از بازیکن تیم داماش که هواداری خونگرم داماش رو ببینید. از بازیکن تیمشون گل میخوان روی این توپ. حالا این کورنر رو باید بزنن. موقعیتی که روی دروازه تیم سایپا ایجاد میشه، ضربه سر رو نتونستن سایپا داماشی ها بزنن و توپی که خیلی آرام آرمان لطف خدا تقدیم دروازه‌بان تیم سایپا میکنه. دو بازیکن از تیم سایپا روی زمین افتادن. معیار زحمتکش میگه که کادر پزشکی به زمین بیاد. مثلا جودکی روی زمین افتاده و همچنین مهدی کربلایی. یه ضربه کورنر. بریم چه اتفاقی رخ داد. تو دیگه اینجا فرستاده شد. بازیکن قشنگ به هم خوردن و کاری بازیکن مقابل بهشون نداشتن. به هر حال خطا انجام شده. دو تعویض برای تیم داماش گیلان 70 و 90. رضا زایتبار به زمین مسابقه میاد و محسن انبساطی از بازی خارج میشه. میبینید تعویضی که انجام شد برای داماش. هشتاد دقیقه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 مساوی. صحنه خطا رو با هم ببینید. چه اتفاق رخ داد و دو بازیکنی که با هم برخورد کردن. ببینید اینجا
دو بازیکن با هم برخورد کردن و خوشبختانه میتونن به بازی ادامه بدن و اتفاق خاصی براشون رخ نداده. داور در کنار زمین میاد و صحبت میکنه با کادر فنی تیم سایپا. بازی آغاز میشه. داماشی‌ها توپ رو به بازیکن‌های سایپا میدن. توپی که حالا فرستاده میشه داخل میانه های میدان. حالا دوباره بازیکن تیم سایپا میلاد جهانی بود که یه لحظه رو به عقب فرستاد توپ رو. خود میلاد به دنبال توپ هست اما بازیکن تیم داماش فعلا موفق ترن. محمد شریفی که روش خطا انجام میشه. جان شاهلو صحبت میکنه بازیکن تیم داماش. 83مین دقیقه از این دیدار. داماش نمیخواد از این تساوی های خسته کننده خانگی دست برداره و این هم پرچم زیبای داماش که در ورزشگاه برافراشته شده. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش ثابت توپ میشن در موقعیت خوب. بایرامی از سمت راست، خود بایرامی میفرسته توپ رو. بایرامی و راهی کرنر میشه. در همون ابتدای محوطه بلافاصله بازی رو آغاز میکنن. سانتی که انجام میشه. باز هم برگشت توپ از مدافعین تیم سایپا. موقعیت هست برای داماش از سمت چپ. شوتی که زده میشه و باز هم برگشت توپ و یه شوت دیگه که توپ به بیرون میره. خوش شانس هم نیستن داماشی ها و این توپی که زد هادی رفسنجانی و توپ به بیرون رفت. ببینید هوادار داماش رو. این هم نیمکت تیم سایپا. یه بازیکن از سایپا روی زمین افتاده و کماکان دو بازیکن روی زمینن. هر دو بازیکنی که مصدوم شده بودن. مهدی کربلایی و جودکی. کماکان مثل این که احساس درد میکنن این دو بازیکن. همون دو بازیکنی که در دقیقه 80 روی زمین افتاده بودن. داور میخواد که کادر پزشکی بیان تا این دو بازیکن رو به بیرون منتقل کنن. البته تعویض هم قراره سایپایی ها انجام بدن. صحنه خطا رو ببینید که چه اتفاقی رخ داد. اینجا دو بازیکن از تیم سایپا به هم خوردن و اینجا ببینید این صحنه دوباره نشون میدن همکارمون. ببینید اینجا در میان بازیکن تیم داماش دو بازیکن با هم برخوردی داشتن که هر دو بازیکن سایپا مصدوم میشن. حالا باید تعویض بشه. هر دو بازیکن تعویض ها رو خواهیم داشت.
تعویض 40-19. احسان جودکی بیرون میاد و علی صبحانی وارد بازی میشه. 3 تعویض میخواد انجام بده سایپا. 13 هم وارد بازی میشه با 11. میراد جهانی بیرون میاد و مجید قشقایی وارد بازی میشه. مهدی کربلایی هم بیرون میاد با یار شماره 30 و یاسین جرجانی وارد بازی میشه. این که میراد جهانیه که داره میره بیرون و بازی باید از سر گرفته بشه. 88مین دقیقه از این دیدار. هواداره تیفوسی داماش منتظر برد تیم خودشون هستن. 9-46 بایرامی بیرون میاد و سامان مهرابی زاده وارد بازی میشه برای داماش گیلان. بازی رو از خط دروازه خودشون آغاز میکنن سایپایی ها. توپی که حالا فرستاده میشه و توپ به بیرون میره. سعید ابراهیم پور بازوبند رو به دستان آرمان و لطف خدا میبنده. یار شماره 55 تیم داماش گیلان. این چهره هوادارا کماکان خونگرم تیم خودشون رو تشویق میکنن. 88مین دقیقه داره به اتمام میرسه. توپی که حالا میزنن داماشی ها و در اختیار میگیره تگ بیپور. باز هم از سمت چپ بازیکن تیم سایپا توپی که میفرستن و توپ به بیرون میره. پرتاب برای داماشی ها. 10 مهدی خانی بود که این توپ رو پرتاب کرده. توپ حالا به بیرون میره و باز هم از کمی جلوتر میبینید سرمربی تیم سایپا رو که از روی سکوها داره تیم خودش رو کوچ میکنه. یک بار دیگه از سمت راست توپی که فرستاده میشه. برگشت توپ 7 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه دوم این دیدار در نظر گرفته میشه. حالا ابراهیم پور یک بار دیگه داماشی ها از سمت چپ حمله رو میخوان تدارک بیارن روی دروازه تیم سایپا. ببینیم موفق خواهند بود یا که خیر. یه توپ زیبا که فرستاده میشه و کمی عقب‌تر دوباره بازیکن تیم داماش موقعیت دارن. باز هم به چپ میارن. یه ضربه سر که نزد مهرابی و تو برگشت پیدا کرد. داور در سود خودش میدمه و میگه با سوت من باید بازی آغاز بشه. حالا توپ رو میزن داخل محوطه جریمه و توپی که به بیرون میره. مهرابی زاده رو در تصویر میبینید. فردین نجفی و رضا زاید تبار. انصافاً
تیم هایی هم که مقابل داماش قرار میگیرن تیم های قدری هستن. حالا درسته که داماش نتونسته این چند هفته رو نتیجه خوبی بگیره، اما بازی های این تیم به مراتب بهتر از قبل شده، اما باز هم این تیم مشکلاتی رو داره. خطا میشه. تعویض در تیم سایپا انجام میشه. 16 محمد حسین علیپور به زمین مسابقه میاد. سید پیمان میری هم از زمین بازی بیرون میاد. یک بار دیگه سایپایی ها توپ رو میارن به میانه میدان و حالا توپ میرسه بازیکن تیم داماش. رفسنجانی رو به عقب. چرا رو به عقب میفرستن توپ رو؟ باید به جلو برن. وقتی نمونده براشون و 4 دقیقه دیگه زمان دارن. توپ به چپ میره. برگشت توپ از سایپایی ها. زاهد تبار، خود زاهد تبار به خوبی توپ رو رد میکنه از معین قربانی و معین روش خطا انجام میده و یک کارت زرد رو دریافت میکنه. به هر حال خیلی خوب رد شد. حالا باید ببینیم از این ضربه چگونه استفاده خواهند کرد. هواداری که تشویق میکنن تا تیمشون گل بزنه. دروازه‌بان هم حالا جلو اومده و در میانه میدان هست. برمیگرده عقب سعید ابراهیم پور. داور هنوز اجازه نده تا این ضربه رو بزنن. حالا سودش میدمه. ضربه‌ای که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه. یه شوت به کجا زد این توپ رو مهدی خانی. دوباره از سمت راست، باز هم خطا و باز هم برای سایپا. سف سف مساوی. 95مین دقیقه از این دار. فقط 1 دقیقه و 30 ثانیه وقت داریم تا این بازی پایان برسه. فرصت برای بازیکن تیم داماش. اعلام خطا میشه. خطا بر روی محمد سجاد قلیبگی گرفته شد. میگم باید داور بهش کارت میداد، اما نظر داور چیز دیگری است و حالا یه کارت زرد رو به خود محمد سجاد قلیبگی میده داور به خاطر اعتراضی که